نور النبوة فاض في الزهراء فعلى البدور وفاق كل ضياء بنت النبي محمد نبع الهدى. جناب استاد، یک نکته اینجا خیلی مهم هست که بینندگان عزیز متوجه بشن. وقتی که اینا از کتب تاریخ روایت میکنن مسائل مهمی مثل این قضیه رو که خب قزوینی میگه که این 1000 مرتبه نابود بشه، لعنت باد به این وحدتی که به اصطلاح ما از اصول دینمون که شهادت فاطمه صرف نظر بکنیم. خب اینا برای اثبات اصول دینشون متوسل میشن به کتب تاریخ. کلا اگر در مورد کتب تاریخی و روایاتی که در کتب تاریخی وجود داره، من شنیدم که امام طبری در مقدمه تاریخش به این موضوع اشاره میکنه. نقل از کتب تاریخی چه جایگاهی داره؟ امام طبری رحمه الله در یعنی مقدمه تاریخ خود اصلا این را واضح میسازه. برای از چیزا میگه که ما اگر این چیزی که روایت شده نقل شده، نه تنها کتاب‌های تاریخی بلکه کتاب‌های حدیثی، بجز کتاب‌هایی که در صحت از اونها یعنی مجال تردد نیست و احادیث صحیح را جمع آوری کردن، اون میشه و احیانا در یگان جزئیات مورد انتقادی بوده باشه. در مجموع کتاب‌های حدیثی تا دیگرها اینها ناقل هستند. لذا میگن که من اسندک فقط احالک، کسی که سند برای تو ذکر کرد تو را حواله داده به سند. ببین اگر سند مدار اعتبار بود درست است، اگر سند غیر مدار اعتبار بود نادرست است، غلط است. اینجاست که امام ابن جریر طبری رحمه الله هم در مقدمه کتاب خود وقتی که بیان میکنه به این تاکید میکنه که میگه هر چیزی که برای ما رسیده ما جمع آوری کردیم از گذشته ها، درست، و سند او را براتان ذکر کردیم. سند ذکر کردیم، اگر خللی بوده باشه از سوی کسایی است که به ما خبر رسانده و شما از او خودتان چیز بکنه، مطالعه کنه. و میگه و انا ذاکرون، یعنی صفحه 6 هست. بله. تا به یکی میگه و انا ذاکرون فی کتاب هذا من ملوک کل زمان، ما از شاههای هر زمان از ابتدا تا به چیز در این کتاب خود ذکر میکنم چیزهایی را، تا به یکی چیزها را یعنی مقدمه خود که چی چیزها را شامل چی چیزها هست چی چیزهایی نیست. این را که ذکر کرد در صفحه 7 میگه ولیعلم الناظر فی کتابنا هذا، باید بیننده بداند، آگاه باشد، یعنی احمق نباشد، باید که آگاه باشد. بیننده خواننده در کتاب ما که ان اعتمادی فی کل ما احضرت ذکره فیه مما شرطت انی راسمه فیه، اعتمادی ما، تکیه ما در هر آنچه در این کتاب ذکر میکنم، تو چیزهایی را که یادآور شدیم چی چیزها را در ذکر میکنم، انما هو علی ما رویت من الاخبار، علی ما رویت من الاخبار التي انا ذاکرها فیه. اعتمادی ما بر امور چیزهایی است که روایات است که به ما از طریق روایت به ما رسیده و ما او روایت ها را با سندش در ذکر میکنم. والآثار التي انا مسندها الى رواتها، و آثاری که ما یعنی روایاتی که ما اونها را بر راوی های از اون نسبت میدم، درست، بیان میکنم. دون ما ادرک بحجج العقول واستنبط، غیر از اون چیزهایی که با ادله عقلی و استنباط گرفته میشوند، یعنی به اون چیزها هر اون چیزی که راجع به خبرها هست تمام اینها را ما بر راویایشان چیز میکنم. بله، یعنی مورخین کلا کارشون این بوده که هر چی میشنیدن با همون اسناد ذکر میکردن و بررسی سندی و صحت سقم اینو میذاشتن برای کسایی که متخصص هستن. ما از طریق از اونها میدونیم. بعد از اون که چیزها را که در آخر ذکر میکنه، در آخر میگه که اگر کسی فما یکن فی کتاب هذا من خبر ذکرناه، پس اگر در این کتاب ما چیزی بوده باشد، خبر یا داستان روایت تاریخی
که ما در این از بعضی گذشته ها ذکر کردیم مورا یا آوردیم مورا. مما یستنکره قارئه، از جمله چیزهایی که خواننده وقتی که ببیند خوشش نمیاد، بخونه در ابتدا نادرست بودن او برش، یعنی ذهنش میره که نادرست و غلط است. او یستشنعه سامعه، یا که از جمله روایات مستشنع و بسیار زشت او را میپنداره. من اجل انه لم يعرف له وجها في الصحه، از چی اساس او را صحیح میپنداره؟ نه که با خواهش برابر نبود، یکی هیچ وجهی درستی او را تصور نمیکنه. درست. چی است؟ ولا معنا فی الحقیقه، و هیچ معنای در حقیقت بعد از او تصور نمیکنه که واقعیت داشته باشه. فلیعلم، پس باید این خواننده بداند که انه لم یؤت فی ذلک من قبلنا، این در امو روایت و در امو خبر از جانب ما او اشکال برش نیامده. و انما اوتی من قبل بعض ناقلیه الینا، بلکه یقینا امی اشکال و امی خرابی از بعضی از ناقلینه که به ما او را رساندن از اونا آمده. و انما ادینا ذلك على نحو ما ادی الینا، و ما قسمی که بر ما رسانده شد ما در اینجا نوشتیم. پس شما از عقل کار گرفته بررسی کنید و بدونید که چه قسمی هست و چه قسمی نیست. جزاكم الله خير. نور النبوة فاض في الزهراء فعلى البدور وفاق كل ضياء، بنت النبي محمد نبع